صنایع مرتبط با نفت، گاز و پالایشگاه‌های کشور در سال 1376 با تصمیم شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت مبنی بر فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای فعالیت شرکت‌های خصوصی و همچنین ارائه راهکارهایی برای افزایش این گونه شرکت‌ها دچار تحولی بزرگ شد. زیرا پس از اجرای این تصمیمات تعداد زیادی از فعالان در این عرصه کمر به تأسیس شرکت‌های جدید بستند. شرکت آمودسپهر از جمله این شرکت هاست که از تجربه و سابقه مدیریت خود بهره‌های فراوانی برد. این شرکت که در سال 1381 به وسیله مهندس حمیدرضا علیدوست به ثبت رسید، در مدتی کوتاه توانست در عرصه سازندگی کشور و رقابت سالم با شرکت‌های دیگر گام بردارد. بسم الله الرحمن الرحیم. شرکت صنعتی آمودسپهر در حوزه مهندسی و اجرای پروژه‌های صنعتی فعالیت می‌کند. بیشتر فعالیت‌های مهندسی شرکت معطوف به حوزه ریلی و مخصوصاً مترو میباشد. اگر ادعا کنیم که مطالعات مهندسی انجام شده در خط 2 قطار شهری شیراز با حضور مشاوران اروپایی در کنار کارشناسان داخلی از کاملترین مطالعات انجام شده در ایران می باشد، حرف گزافی نگفته ایم. این شرکت با هدف اجرای پروژه‌های صنعتی و ریلی به صورت کلید در دست یا اصطلاحاً اجرای پروژه‌های EPC تأسیس گردید و در عمر 12 ساله خود با انجام پروژه‌های متعدد در این راستا به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است. فعالیت‌های اجرایی این شرکت بیشتر معطوف به نصب تجهیزات و تأسیسات پروژه‌های صنعتی، مخصوصاً آلومینیوم سازی و مترو بوده است. به طور مثال در طراحی خط 2 مترو شیراز انتقال دانش فنی خوبی بین مجموعه کارشناسان داخلی و خارجی انجام شد. خط 2 قطار شهری شیراز از بین 6 خط مترو پیش بینی شده برای این شهر پرترددترین محور شهر محسوب شده و از شمالی ترین نقطه تا جنوبی ترین نقطه آن امتداد خواهد داشت. این خط به طول 15 کیلومتر بوده و دارای 13 ایستگاه می باشد و در انتهای شمالی آن یک پارکینگ و در انتهای جنوبی آن یک دپو طراحی گردیده است. و حالا ما می توانیم ادعا کنیم که به سهم خود توانستیم دانش طراحی مترو در ایران را بومی کنیم و این برای یک مهندس که ساختن رسالت اوست خوشنود کننده است. این شرکت در راستای موضوع فعالیت خود استانداردهای ایزو 9001 14001 و همچنین HSE را دریافت نموده است. علاوه بر اهداف اقتصادی مد نظر، یکی از اهداف معنوی ما ارتقاء دانش فنی و ایجاد انگیزه و جسارت در کارشناسان داخلی جهت انجام پروژه‌هایی است که کمتر توسط کارشناسان داخلی به اتمام رسیده است. به عبارتی تربیت نیروهای مهندسی کارکشته حتی اگر پس از مدتی در مجموعه ما باقی نمانند از اهداف ما میباشد. ما انتظار داریم دولت محترم مشکلات مربوط به رتبه‌بندی پیمانکاران و مهندسین مشاور را مرتفع نموده و در احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه تسریع نمایند. نهایتاً درخواست می‌گردد دولت محترم به پیمانکاران و مهندسین مشاور به عنوان بازوی اجرایی خود توجه ویژه نموده و این شرکت‌ها را که واقعاً خط اول جبهه صنعت کشور میباشند بیشتر حمایت نمایند.
شرکت صنعتی آمود سپهر با پشتوانه سالها تجربه در پروژه‌های صنعتی، پژوهشی و راه آهن و با انگیزه ارائه خدمات به صنعت کشور و ارتقاء دانش فنی به تکامل بیشتری رسید. با این ایمان که تنها با پشتکار و فعالیت سخت در کنار برنامه‌ریزی صحیح و منطقی میتوان راه‌های توسعه و پیشرفت را برای کشور هموار کرد. از این رو این شرکت همچنان پیشتاز و فعال در عرصه پروژه‌های اجرایی و مشاوره مهندسی در حوزه‌های صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، ساختمان، مترو و راه آهن کشور بوده و پروژه‌های متعددی را با موفقیت به اتمام رسانده است.